برای اینکه یک دیوار پارامتریک رو هم داشته باشیم دوباره از همین روش، دوباره از همین 3 تا پلاگین میتونیم استفاده کنیم. خب من اینجا یک رکتانگل ترسیم میکنم، محدوده کار رو مشخص میکنم، میتونم یک ابعاد مشخصی رو براش در نظر بگیرم و اینجا میتونم ابعاد 50 در 50 سانت رو براش در نظر بگیرم. خب حالا باز دوباره از پلاگین بیزیر سورفیس استفاده میکنم، محدوده کار رو مشخص میکنم و این قسمت ها، این 2 تا نقطه رو انتخاب میکنم، از کواد پت رو میزنم، دوباره این قسمت، حالا این 4 تا نقطه رو انتخاب میکنم و چند تا دیگه از این میخوام کپی داشته باشم. خب این قسمت میخوام بیاد پایین تر و این 2 تا قسمت رو انتخاب میکنم، اینا هم بیاد پایین تر. حالا میخوام اینجا یک قسمتی باشه برای نشستن و حالت نیمکت داشته باشه، پس این بیاد به سمت جلو. خب این قسمت خیلی انحنای بزرگی داره، اینو میارمش جلوتر و با استفاده از این نقاطی که اینجا دارم یک بار دیگه من این قسمت رو انتخاب میکنم. ببینید روی این نقطه سبز رنگ کلیک میکنم، اینو میارمش به سمت پایین. از این قسمت پایین هم همین کار رو انجام میدم. خب دوباره این نقطه رو انتخابش میکنم. اینو انتخابش میکنم، دوباره روی اد کواد پت میزنم. یک قسمت دیگه اضافه بشه و این قسمت هم همینطور. اینا رو هم میارم به سمت پایین، این قسمت هم بیاد پایین تر. حالا میتونم اینجا این 2 قسمت رو انتخاب کنم، اینا بیان به سمت جلو. حالا بر اساس اون طرحی که شما میخواین توی ذهنتون هست و میخواین یک دیوار پارامتریک رو داشته باشین، این قسمت ها رو تغییر میدین. اینم بیاد جلوتر. اینا رو هم میتونم یکم ببرم عقب‌تر، حالا یکم فرم متفاوتی رو اینجا داشته باشیم. خب حالا برای اینکه باز دوباره به این قسمت یک ضخامت بدیم، از جوین پوش پول استفاده میکنیم. این رکتانگل رو هم حذفش میکنم، اینو انتخابش میکنم و از ابزار ورتکس پوش پول استفاده میکنم. نکته‌ای که این ابزار داره اینه که من الان اینجا اگر کلیک کنم، اگر این قسمت کلیک کنم و یک ضخامتی رو براش در نظر بگیرم، این فرمی که اینجا دارم، این انحنایی که این قسمت ها دارم، این قسمت هم اون انحنا شکل میگیره، در صورتی که من میخوام قسمت بیرونی کار خط صاف و عمودی داشته باشم و این تو رفتگی و برجستگی رو اینجا نداشته باشم. پس باید این قسمت، این گزینه فعال باشه. حتما باید پروژکت شیپ فعال باشه تا ببینید اینجا یک خط مستقیم رو اینجا داریم و الان میتونم اون ضخامتش رو مشخص کنم. برای این قسمت من میتونم عدد 40 سانت رو وارد کنم یا حالا عدد کمتر 30 سانت. تاییدش میکنم و منتظر میمونم تا فرم به صورت کامل شکل بگیره. ببینید الان یک حجم کامل رو اینجا داریم. خب انتخابش میکنم، دوباره از پلاگین اسلایسر 5 استفاده میکنم، دوباره اینجا همون محور وای رو انتخابش میکنم، ضخامت ها 16 میل باشه و فاصله بین قطعات رو 3 سانت در نظر میگیرم و اوکی رو میزنم. خب کنترل زد میزنم و اینجا محور X رو انتخابش میکنم و اوکی رو میزنم و چند لحظه صبر میکنم. خب ببینید دوباره این قسمت ها فرمش به هم ریخته شده
و میگم باید یک بار کنترل زد بزنید و از اول از اسلایسر 5 استفاده کنید که این مشکلات برطرف بشه. فاصله ها خوبه، ضخامتش هم خوبه. من یک بار دیگه کنترل زد میزنم. این قسمت ها رو من انتخاب میکنم، اینا رو دیلیتشون میکنم. حالا میتونم از این یک کپی بگیرم و اینجا قرار بدم و این قسمت هم اینم باید انتخاب بشه و اینو دیلیتش میکنم. پس به راحتی با این 3 تا پلاگین میتونیم فرم های خاص پارامتریک رو بسازیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه